سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ NRC B1YT هستم و امروز اومدیم با یک ویدیو جذاب دیگه. گان جدیدی که اضافه شده گان آرگوس هست. آرگوس معنیشو نمیدونم ولی میدونم این اتچمنتی که چیدم یه جورایی هم اسنایپه هم شاتگانه. شاید باورش براتون سخت باشه، درسته گانی نداریم که هم اسنایپ باشه هم شاتگان، ولی این آرگوسی که اینطوری میزنه شما الان نگاه کنید، بنگ، این یعنی هم اسنایپ هم شاتگانه و اینکه تیراش هم انقدر دقیق میخوره که خود طرف فکر میکنه چیت این بات زد. دیگه ما چیکار کنیم دیگه؟ داش ویوان و اتچمنتاش و یه دنیا و اتچمنت های ما بنده. آقا اتچمنت رو نگاه، یه بوست بفرست، یه لایک بکن داخل کامنت ها، نه یه لایک بکن، یه قلب قرمز داخل کامنت ها، و اینکه چنل من اگه ساب نداری بهتر که سابش کنی. اگه ساب نداری بیا ساب بزن. اینجا من یکم لگ میگیرم ولی عجب شاتی زدم. یعنی شما شاتو میبینی انگار داری یه چیزی دیگه. نگاه منتظرشم. بیا داشتم. زدیم نخورد ولی اینجا خوردیم. خدا هوا سرده چه صوفی داره اینجا، جگر سوزه لبام دوزه، خدا ای داد و بیداد، خدا ای داد و بیداد. زمستان دلم تنگ میسانیم از موی جان، جگر سوزه شاد کن و دوزه، خدا ای داد و بیداد. اصلا نگاه کن اینطوری باش میزنی. بشکن تو. بانگ زدم نخورد. نگاه کی با اونا میزنه؟ بنگ نخورد. بنگ نمیخوره چون اصلا میس میدم، نبایدم بخوره، فقط میس دادم این تیکه رو، فقط میس، سلطان میس. اینجا کشته شدم. اومد کشته شد، داداش ویوان کشته شد. وای بچه دوشتی شد. چجوری داش ویوان کشته میشه؟ آقا اتچمنتم یادم نرفته، اتچمنتم وسط های ویدیو گذاشتم که تو آدم خوب و باسواد نزنی بری جلو، بری تا آخر اتچمنت رو برداری. بله اتچمنت همین لاپای ویدیو گذاشتم. استوب بزن، اسکرین بگیر. آماده اتچمنتی؟ آماده 3 2. ولی وایس قبلش این شاتو دیدی چجوری خورد؟ انگار اسنایپ دستمه. حالا HS یا کیارم بود این فاصله رو نمیزد. شما حال کردی؟ اگه حال کردی بکوب لایکو، حالا بزن دکمه لایکو، بزن سابسکرایبو. اگه میخوای ویوان رپ کنه بزن دکمه لایکو. هر کی نزنه دکمه لایکو یا گیه تمام نعناست. پس بهتره بزنی تو عجب شات. وای به نازم به این شات. عجب شات حقی خورد. وای ما داریم اینجا زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سرم آمده، تو نمیدونی ما داریم اینجا زحمت میکشیم. وای اینجا نگاه بانگ.
اتچمنتش ارضام کرد. نگاه اینجا میام با دیل خودش بنگ یه شات میس با آرگوس what the fuck. با آرگوس نگاه کن تو چیکار کردی با آرگوس ساقدی. اینجا اومدم با اسنایپ خودش بزنم یهو دیدم خودم اسنایپ شد. ما داریم اینجا زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلایی سر ما آمده چرا اسنایپ میکنی. ما داریم اینجا زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلایی سر ما آمده. اوف عجب شاتی یعنی خوردم میخواستم یه بنازم ولی خوردم بنگ. اوف عجب شوتی کرد زد نذار زندگیت با من سرد بشه آرگوس فراموش بشه اون شات 77 دمیج میزنم یه شات بمیج. شاتو نگاه کن شاتو حالا سبا کن اینجا کشت آرگوس منو برمیداری. ما داریم اینجا زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلایی سرم آمده با آرگوس من میخوای بزنی. تو چیکار کردی با آرگوس من زدی چیکار کردی بانگ نگاه بانگ. چرا از اینا میزنی ما داریم اینجا زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلایی سرم آمده میدونی. بازم از اینا زد. به قرآن ما داریم اینجا زحمت میکشیم ما داریم اینجا پاره میشیم ما داریم اینجا زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلایی سر ما آمده نمیدونی. اینجا نگاه کن ببین میگن کارما طرف میزنه میخوری نید میته که اون میخوره. کارما ما داریم اینجا زحمت میکشیم تو نمیدونین چه بلایی سرم آمده کارما داریم ما اینجا. نگاه کارما بهم میگه کارما. اینو چجوری زدم به قرآن مجید اینو شانسی انداختم چیت نبود به قرآن شانسی انداختم گفتم همینطوری بزنم تق خورد بهش خودم برگام ریخت. What لا نو اینجا کیل آخره این لاشی میره کمپ میکنه ما داریم اینجا زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلایی سر ما. اینجا نتیجه 19 این لاشی فقط کمپ میگم چیکار میکنم میرم اینجا یه اسموت میزنم میپیچم دنبالش میگردم کمپ میخوای بکنی و یه دونه میزنم. خب دوستان عزیز مرسی که این ویدیو رو دیدید تا ویدیوی بعدی. این همونی است که بهتون گفتم چسبوندم بهش به قرآن شانسی زدم. این همونی است که گفتم کارمایی نگاه کن. خب دوستان عزیز مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدید بریم که آخرش اتچمنت رو بهتون بدم. خب دوستان اتچمنت همونطوری که میبینید همین است استوک اما فست اکتدین مک لیزر OWC لیزر بله OWC مازلم اوتلاو سوپرسر و برلم OW. مرسی که این ویدیو رو دیدید تا ویدیوی بعدی فعلا ویوان بایتی بم.